سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. من مجید رجبی هستم با یه برنامه دیگه از کانال یوتیوب پانیشر 346. خب همه شما دوستان خبر رو شنیدید. متاسفانه اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس در تهران هدف ترور واقع شد و به شهادت رسید. خبری که مثل بمب همه جا سر صدا کرده و همه دارن در مورد این که این اتفاق چطور انجام شد، این ترور با چه ابزار و تسلیحاتی انجام شد، ایران چه خواهد کرد، اسرائیل چه خواهد کرد و دارن در مورد یک جنگ قریب الوقوع صحبت میکنن. تو این ویدیو میخوایم در این واقعه رو تحلیل کنیم. یک، این واقعه چطور ممکن است اتفاق افتاده باشه و دو، ایران چه واکنشی نشون میده و سه، چه ابزاری نیاز داریم ما تا بتونیم جلوی اقدامات اینچنینی رو بگیریم یا بدترین حالت شدت این اقدامات اینچنینی رو کاهش بدیم. قسمت اول، این ترور چطور اتفاق افتاده؟ بر اساس گزارش‌های رسمی که منتشر شده، این ترور ساعت 2 بامداد امروز در منطقه‌ای در شمال تهران انجام شده. اسماعیل هنیه به گفته رسانه‌های داخلی در ساختمان مهمانپذیر سپاه پاسداران اقامت داشته که مورد هدف چیزی قرار میگیره که بر اساس گزارش خبرگزاری فارس ازش به عنوان یک پرتابه که از سمت آسمون ساختمان رو مورد هدف قرار داده، ساختمان محل اقامت اسماعیل هنیه رو انجام شده. خب این پرتابه چه میتونه باشه؟ رسانه‌های رسمی به خصوص رسانه‌ای مثل المیادین که نزدیک به جبهه مقاومت، بر اساس گفته یکی از مقامات رسمی ایرانی که اسمی ازش نام نبرده، مطرح شده که موشکی از خارج از مرزهای ایران شلیک شده و به این ساختمون اصابت کرده و اسماعیل هنیه رو به شهادت رسونده. گمان زنی‌ها شروع شده. عده میگن این موشک از سمت شمال و از سمت باکو بوده، به خصوص اینکه بحث هلیکوپتر ریاست جمهوری هم مطرح هست، هلیکوپتری که در شمال ایران واقعی براش پیش اومد و سقوط کرد و منجر به شهادت آقای رئیسی و همراهانشون شد. برای این اساس احتمال داده می شود در فضای مجازی و رسانی که احتمالا این موشک از سمت شمال بوده، ولی به نظر من احتمال فوق‌العاده بالایی وجود داره که این موشک از سمت عراق اومده باشه. چرا؟ چون در جریان در واقع بعد از عملیات وعده صادق، عملیات موشکی پهپادی که علیه اسرائیل داشتیم، به دلیل اون هم به واکنشی بود به حمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق. بعد از این عملیات اسرائیلی‌ها واکنشی نشون دادند که هرچند به صورت رسمی اون رو نپذیرفتند، ولی بقایای اون واکنش نشون میداد که کار اسرائیل بوده. اون واکنش چی بود؟ در جنوب بغداد در 100 کیلومتری مرز ایران بقایای موشک‌هایی پیدا شد که بعدا مشخص شد بر اساس اون ظاهری که داشت مشخص شد که موشک‌های اسرائیلی بودند. پس اسرائیل سابقه استفاده از حریم هوایی عراق رو در گذشته نه چندان دور، همین چند ماه پیش داشته. برای این اساس میتونیم احتمال بدیم اون موشک، اگر این احتمال رو داریم در مورد این احتمال شلیک موشک از خارج صحبت میکنیم، اون موشک از سمت عراق اومده. اما به نظر من این احتمال خیلی بعید است که به واقعیت نزدیک باشه. چرا؟ چون اولا بقایای موشک رو میشه پیدا کرد در محل انفجار و اسرائیل اگر از موشکی استفاده کرده باشد برای ترور و اون موشک رو از خارج با احتمال زیاد عراق شلیک کرده باشه، بقایای اون در محل انفجار در شمال تهران پیدا میشه و وقتی بقایا پیدا بشه و باور بکنید، به من اطمینان بکنید، بقایای موشک‌ها رو میشه پیدا کرد. در اوکراین چه اتفاقی افتاده است، بقایای موشک‌های روسی رو به راحتی میشد پیدا کرد.
خدمت شما عرض کنم در عراق این اتفاق افتاده است. بقایای موشک‌ها و راکت‌هایی که از مقاومت عراق به سمت پایگاه‌های آمریکایی شلیک می‌کردن پیدا می‌شد و مشخص می‌شد کاری کی بوده و در نواحی مختلفی که جنگ هست پیدا شدن بقایای موشک‌ها به راحتی هویت مجری اون عملیات رو آشکار می‌کنه. پس در این موردم اگر اسرائیل موشک‌های ساخت خودش استفاده کرده باشه به منظور ترور اسماعیل هنیه در شمال تهران، بقایاش پیدا میشه و وقتی بقایاش پیدا بشه ایران از یک سمت دستش پر میشود در مجامع بین‌المللی و یک جورایی کردیت پیدا میکنه که علیه اسرائیل اقدام بکنه و سمت دیگه محکومیت‌های بین‌المللی رو برای اسرائیل رقم میزنه. این وضعیت مورد دومی که این احتمال رو کاهش میده، درصد نزدیک بودن به واقعیتش رو، این است که انفجار یک موشکی که تونسته چیزی اولش 800 تا 900 کیلومتر پرواز بکنه و سر جنگی سنگینی داشته در شمال تهران آنقدر سر و صدا و انفجار ایجاد میکنه که ما الان باید شاهد میبودیم در فضای مجازی به خصوص توییتر تعداد زیادی ویدیو از شنیده شدن صدای انفجار، از شنیده شدن صدای موشکی که داره پرواز میکنه روی آسمون تهران و از دید تصاویری مربوط به شعله‌های آتش گسترده‌ای که به واسطه اون انفجار اون سر جنگی سنگین ایجاد شده در فضای مجازی فوق‌العاده زیاد باید می بود و پخش می شد و ما احتمالا باید چیزی اولش 2:30 صبح متوجه می شدیم که چنین حمله‌ای انجام شده. از سمت نکته سوم که درصد واقعی بودن این احتمال رو داره کاهش میده، این که اون موشک در فاصله 800 کیلومتری که پرواز میکرد از سمت غرب و حتی از سمت شمال برای رسیدن به تهران باید لاله‌های متراکمی از سیستم‌های راداری و پدافندی رو عبور میکرد ازشون بدون اینکه جلب توجه بکنه. از هم مهمتر باید بدون اینکه پدافند میشد از آسمون به شدت محافظت شده تهران هم عبور میکرد. آسمون تهران به شدت محافظت شده چون مراکز نظامی و علل خصوص سیاسی فوق‌العاده حساسی داخل تهران هستن: پاستور، مجلس، بیت رهبری و پادگان‌های مختلفی که سپاه و ارتش دارن. بر اساس این سه تا عامل و نکته درصد واقعی بودن استفاده یا در واقع احتمال تئوری استفاده از موشکی که خارج از مرزهای ایران شلیک شده به سمت تهران و اسماعیل هنیه رو به شهادت رسونده پایین میاد و من به شخص بیش از 20% برای این احتمال نمیتونم سهمی قائل بشم. اما دو تا احتمال دیگه داریم: کوادکوپتر، موشک‌های دوش پرتاب ضد زره. کوادکوپتر سابقه زیادی دارد در عملیات‌های خرابکاری اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران که اخیراً هم آخرین موردش استفاده از کوادکوپترهای انتحاری علیه پایگاه هشتم شکاری بوده. پس کوادکوپتر انتحاری در واقع یکی از بهترین ابزارهایی است که اسرائیل میتونه استفاده بکنه. کارایی قابل خوبی هم داره، قابل توجهی هم داره، درصد موفقیت خوبی هم داره، کاربریش هم آسونه، حمل و نقل و جابجاییش هم آسونه و میتونه خیلی دقیق هم عمل بکنه و حتی شما میتونید یک کوادکوپتر انتحاری رو از پنجره یک اتاق وارد ساختمون بکنید و اون ساختمون رو از بین ببرید یا حداقل نفرات داخل ساختمون رو بکشید. ما نمونه‌های مختلفی در همین جنگ اوکراین هم داریم که دو طرف از کوادکوپترهای انتحاری استفاده میکنن و حجم انفجار و قدرت آتیشش اونقدری هست که بتونه یک تانک و یک زره‌پوش رو از کار بندازه و به راحتی حتی میتونه ویدیوهای باز منتشر شده در جنگ اوکراین که یک کوادکوپتر انتحاری خیلی راحت توسط اپراتوری که احتمالاً تو فاصله 3 کیلومتری از محل هدف نشسته تونسته کوادکوپتر رو از داخل یک پنجره عبور بده، به داخل ساختمان بفرسته و ساختمان و نفرات داخلش رو از بین ببره. به خصوص اینکه اسرائیلی‌ها هم بارها از کوادکوپتر چه علیه نتنز چه علیه سایت‌های موشکی ایران به خصوص رادار سیستم پدافندی S-300 پایگاه هشتم شکاری استفاده کرده. مورد دوم استفاده از موشک‌های ضد زره دوش پرتابه. موشک‌های ضد زره دوش پرتابی که ما به واسطه جنگ 9 ماه اخیر و طی تقابل نظامی که
حزب الله و ارتش اسرائیل در شمال اراضی اشغالی با هم داشتن، با اونها به خوبی آشنا. این ویدیوهای مختلفی رو اکانت تلگرامی حزب الله، اکانت در واقع تلگرامی تبلیغاتی حزب الله منتشر کرده و نشون میده که چطور یک موشک ضد زره شلیک میشه، اپراتور اون رو حین پرواز میتونه هدایت بکنه و حتی از پنجره سنگر ارتش اسرائیل در شمال داره اون رو وارد سنگر بکنه و نفرات داخل سنگر رو از بین ببره. نکته جالب اینه که ارتش اسرائیل خانواده موشک‌های دوشپرتو ضد زره رو در دست داره، در اختیار داره و میسازه که دقیقا همین قابلیت رو دارند. همین قابلیتی که شما برای ترور یک نفر بهش ممکن نیاز پیدا بکنید. خانواده موشک‌های اسپایک. موشک‌های اسپایک خانواده‌ای از موشک‌های ضد زره هستند که ابعاد کوچیکی داره، هم لانچر و هم خود موشک، و به راحتی میشه جابجاش کرد و به راحتی میشه هدایتش کرد و به اپراتور به واسطه دوربینی که روی خود موشک سوار شده این امکان رو میده موشک رو به راحتی از پنجره یک اتاق وارد ساختمون بکنه و نفرات داخل ساختمون رو از بین ببره. اما این حالت سوم همون ایرادی رو داره که ما به حالت اول گرفتیم، استفاده از موشک، شلیک موشک از خارج مرزهای ایران. تو حالت اول گفتیم که بقایای موشک تو محل انفجار پیدا میشه و دست اسرائیل رو میشه. تو این حالت سوم هم استفاده از موشک‌های اسپایک این وضعیت به وجود میاد و بقایاش پیدا میشه و همون وضعیت رو برای اسرائیل و ایران رقم میزنه. اما اسپایک یک برادر ناتنی داره، یک برادر ناتنی ایرانی به اسم موشک‌های الماس، و اون ویدئوهایی که در مورد حزب الله چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم حاصل شلیک همین موشک‌های اسپایک هستن. و نکته قابل توجه این که در جنگ‌هایی که قبلا اسرائیل و حزب الله با هم داشتن، اسرائیل تونسته به موشک‌های الماس دست پیدا بکنه. پس اگر احتمالاً خبری منتشر شد از منابع غیر رسمی ولی قابل اعتماد مبنی بر اینکه در محل ترور شهید هنیه بقایای موشک ایرانی پیدا شده، ما نباید زیاد تعجب بکنیم، چون اسرائیل به اون موشک‌های ایرانی، الماس، اسپایک‌های ایرانی دست پیدا کرده بوده در گذشته و احتمالاً در این ترور اگر فرض رو برای این بگیریم از موشک ضد زره استفاده شده، از اون استفاده کرده. پس این سه تا احتمالی است که میتونه توضیح بده که نوع عملیات ترور در تهران و به شهادت رسوندن اسماعیل هنیه به چه شکل بوده. اما ایران چه خواهد کرد؟ رهبری در بیانیه‌ای که منتشر کردن به صراحت گفتن که اسرائیل با این کارش زمینه تنبیه سخت‌تر خودش رو فراهم کرده. پس این نشون میده که حداقل در سطوح بالای نظام ایران تصمیم به واکنش داره. فارغ از اینکه چه کسی در عملیات ترور تهران به شهادت رسیده، و صرف این که این عملیات یک عملیات ترور مقامی سطح بالا و در تهران بوده و با توجه به این احتمال فوق‌العاده بالا که هدف این ترور میتواند هر کس دیگری غیر از اسماعیل هنیه باشد، از مقامات سیاسی و نظامی رد بالای ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، پس واکنش به این ترور غیر قابل بحثه، غیر قابل بحث است. تک تک مقاماتی که الان در شورای عالی امنیت ملی ایران نشستن و دارن بررسی میکنن که واکنش نشان بدهیم، امیدوارم خدای نکرده چنین بررسی در جریان نباشه و صرفا در مورد نوع واکنش صحبت کنم، ولی اگر خدای نکرده در شورای عالی امنیت ملی ایران افرادی هستن که نسبت به اینکه واکنش نشون بدهیم یا ندهیم همچنان سوال دارن، این نکته رو باید به خوبی در ذهنشون داشته باشند که میتونند هدف بعدی عملیات‌های ترور اینچنینی اسرائیل باشند. پس بحث در مورد واکنش به نظر من فوق‌العاده احمقانه است و هر کسی که این بحث رو داره و این شبهه رو تو ذهنش داره که آیا واکنششون بدهیم یا ندهیم چیز زیادی از دنیا نمیدونه. خیلی محترمانه البته گفتم. ولی نوع واکنش چطور میتونه باشه؟
در گذشته حداقل در طی این 9 ماه و فراتر از اون در طی 15 سال گذشته، به خصوص از 2006 به بعد که استراتژی نبرد میان جنگی اسرائیل کلید خورده، ایران هر موقع میخواسته به اقدامات اسرائیل واکنش نشون بده، از 2 حالت خارج نبوده: یا صبر استراتژیک یا پاسخ نظامی. در مورد صبر استراتژیک ما نتایجش رو همین چند ماه پیش دیدیم. مجموعه ترورهایی طی چند ماه گذشته در سوریه اتفاق افتاد که هدف اون ترورها فرماندهان رده بالای سپاه قدس بودن، در واقع سپاه پاسداران نیروی قدس بودن. سردار موسوی در خانه‌اش شهید به شهادت رسید، سردار امیدزاده به همین شکل، و در آخرین مورد هم دیدیم که به منظور به شهادت رسوندن یکی از سرداران رده بالای سپاه قدس به کنسولگری ایران در دمشق حمله نظامی شد و کنسولگری کاملا با خاک یکسان شد و تمام افرادی که در ساختمان کنسولگری بودند به شهادت رسیدند. حمله به کنسولگری درست‌ترین اقدامی بود که اسرائیل میتونست انجام بده، یا بذارید بهتر بگم اشتباه درستی بود. چرا درست بود؟ چون اسرائیل سکوت ایران یا در بهترین حالت اقدامات ناهمتراز ایران در واکنش به ترور سردارهای خودش رو دیده بود و به این جنبندی رسیده بود که ایران به هر دلیلی که هست، مشکلات داخلی، وضعیت منطقه، نگرانی از پاسخ نظامی آمریکا، نگرانی از واکنش آمریکا مانند آن چیزی که آمریکا در سال 2020 و علیه سردار سلیمانی انجام داد، نمیخواد سطح تنش رو از یک مرحله بیشتر بالا ببره. پس سکوت میکنه یا پاسخهای ناهمترازی میده. نتیجه این وضعیت اسرائیل رو به این جنبندی رسون که حالا میتونن راه باز است برای ترور سرداران سپاه، و حالا اشتباه بود چون کنسولگری مورد هدف قرار دادن و ایران نسبت به تمامیت ارضی خودش و حاکمیت خودش که شامل اون کنسولگری هم میشد فوق العاده حساسه. اشتباهشون اینجا بود، برای همینم عرض کردم یک اشتباه درست رو انجام دادن. پس اگر بخواد ایران صبر استراتژیک رو انجام بده و در پیش بگیره در قبال ترور اسماعیل هنیه، یا اینجوری کلی‌تر بگم در قبال عملیات تروری که در تهران میتونه علیه هر یک از دیگه از مقامات نظامی امنیتی و سیاسی رده بالای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، شرایط بدتر از حمله به کنسولگری رقم خواهد خورد و باید منتظر موجی از ترورها بین مقامات رده بالای جمهوری اسلامی باشیم. اما منهای صبر استراتژیک، ایران نوع دیگر از واکنش هم داشته، واکنش های نظامی. ما در جریان حمله تروریستی یا انفجار تروریستی که در مراسم سالگرد سردار سلیمانی انجام شد، پاسخ ایران حمله موشکی یا عملیات موشکی علیه سوریه، علیه تروریست‌های مستقر در سوریه و علیه یک از ایستگاه‌های موساد در اربیل بود. این واکنش خوبی است، ولی یک ایراد بزرگ دارد و اون که در حوزه نظامی داره اتفاق میفته. و دقیقا ایرادش همینجاست که شما دارید پاسخ یک اقدام امنیتی رو، پاسخ یک عملیاتی که در حوزه امنیتی اتفاق افتاده و طرف و عامل اون رد پای از خودش به جا نذاشته، پاسخش رو در حوزه نظامی میدید که رد پای شما رو نشون میده و شما رسما این رو تایید میکنید که کار اون عملیات نظامی که در واکنش به اقدام امنیتی بوده کار ایران بوده. این چه چیزی رو موجب میشه؟ این موجب میشود که اسرائیل به این نتیجه برسد که ایران توانایی اقدام امنیتی ندارد، یا اگر هم داشته باشه در سطح پایینی است و نمیتونه پاسخ همتراز امنیتی بده، به این معنا که یکی از مقامات ارشد سیاسی یا امنیتی رژیم اسرائیل رو در داخل اراضی اشغالی به واسطه حذف هدفمند از بین ببره.
خب ممکنه بگید که خب ضربه‌ای که اقدام نظامی میتونه بزنه شدیدتره و مخربتره. بله، اگر آمریکا رو از معادلاتتون حذف بکنید. ولی آمریکا هنوز وجود داره و در عملیات وعده صادق دیدیم که آمریکا چطور در نوک پیکان دفاع از اسرائیل وایساد و نیروی هوایی آمریکا و حالا در کنار اون نیروی هوایی انگلیس و نیروی دریایی فرانسه هم به کمک اسرائیلیا اومدن و بخش قابل توجهی از موشک‌ها و پهپادهایی که ایران در این عملیات استفاده کرد رو پدافند کردند. این وضعیت پدافند چه چیزی رو رقم زد؟ که هزینه اسرائیل در قبال حمله به کنسولگری ایران در دمشق کاهش پیدا بکنه. اقدامات این چنینی هم در مقابله با اقدامات امنیتی، واکنش‌های نظامی ایران هم به همین سرنوشت دچار میشه و احتمالاً ما میتونیم شاهد باشیم که اگر ایران در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در تهران دست به اقدام نظامی بزند، چیزی شبیه به وعده صادق یا احتمالاً با وعده صادق 2 رو منتظرش باشیم، باز هم آمریکا وارد عمل میشه، از اسرائیل دفاع میکنه، اسرائیل خسارت کمی ببینه، هزینه‌های اسرائیل میاد پایین و این مسیر و این لوپ باطل، این دور باطل ادامه پیدا میکنه، چون اسرائیل هزینه‌اش بالا نمیره و دستاورداش بالاه. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس رو زده، شب قبلش هم در واقع حداقل 9 ساعت قبلش هم حداکثر نفر شماره 2 حزب الله در لبنان در بیروت رو زده و هزینه بالایی هم پرداخت نکرده. در واقع سودش، حاصل تفریق هزینه و فایده‌ای که هست، سودش بیشتره. پس این روند ادامه پیدا میکنه. خب ممکنه بگید باشه ما به سمت اقدام امنیتی میریم. بله، میتونیم به سمت اقدام امنیتی بریم. اولا شما طی 1 روز، 2 روز، 1 سال، 2 سال نمیتونید ابزار امنیتی بازدارنده و که به منظور پاسخ همتراز ایجاد بکنید. موسادی که امروز خیلی راحت در وسط تهران ترور و خرابکاری انجام میده، این ترور و خرابکاریش نتیجه چیزی هلوش 75 سال تجربه است، 75 سال شکسته و این رو از ظرف حتی 10 سال هم به دست نیاورده. یک نسل، در واقع 2 نسل گذاشته شده از افسران اطلاعاتی و تجربه امنیتی تا موساد، شاباک و آمان بتونن به چنین قابلیتی برسن. پس خوبه، باید روش کار بکنیم و حالا داخل پرانتز مسئولان امنیتی و نظامی ما باید پاسخگو باشن به مقامات ارشد خودشون که چرا در طول 45 سال گذشته چنین ابزاری تلاشی نشده یا تلاش کامل و خوبی نشده برای دستیابی به این ابزار. این سوالی است که حالا این موضوعی است که میتونیم بعداً در موردش صحبت کنیم. اما چیزی که میتونه کمک کنه برای شکستن این چرخه باطل که منجر به ترور، واکنش ایران، مقابله آمریکا و دوباره ترور میشه، چیزی است تحت عنوان بازدارندگی اتمی. شما اگر بازدارندگی اتمی داشته باشید، به طرف مقابل این پیام رو میدید که من درست ابزار امنیتی ندارم تا بتونم داخل خاک تو، داخل اراضی تحت اشغال تو، حزب هدفمند مقامات سیاسی نظامی امنیتیت رو داشته باشم. پس به ابزار نظامی روی میارم، ولی به واسطه بازدارندگی اتمی که دارم، ابزار نظامی خودم رو با شدت بالاتری علیه تو استفاده میکنم و حتی اگر نیاز باشه به مدافع تو آمریکا هم در منطقه واکنش نظامی نشون میدم. و اگر میخواید به این فکر کنید که آمریکا هم جواب میده، که قطعا جواب میده، پس باید به این فکر کنید که ایران در خطر تهدید وجودی قرار میگیره و وقتی یک کشور اتمی تحت خطر وجودی قرار میگیره، یعنی پایه‌های حاکمیت اون کشور مورد تهدید قرار میگیره به شکلی که اگر اون تهدید عملی و اجرا بشه، اون کشور و اون حکومت از بین میره، در چنین حالتی کشور اتمی از سلاح اتمی خودش استفاده خواهد کرد. و شما شرایطی رو تصور بکنید که ایران مسلح به بازدارندگی اتمی تصمیم میگیره
به یک اقدام امنیتی اسرائیل علیه خودش در داخل خاک کشور حداکثر واکنش نظامی را نشون بده. قطعا بازدارندگی ایجاد خواهد شد. اما چیزی که باید بهش توجه بکنیم این نیست که ما اگر سلاح اتمی داشتیم با دست بازتری میتونستیم در مقابل اقدامات امنیتی اسرائیل واکنش نشون بدیم و شدت عمل بیشتری رو نشون بدیم و مثلا تل‌آویو رو با خاک یکسان کنیم، حیفا رو به قعر دریا بفرستیم. ما اگر بازدارندگی اتمی داشته باشیم، اسرائیل هیچ وقت اقدامی انجام نمیدهد که ایران به سمت واکنش نظامی تمام عیار بره. بازدارندگی اتمی زنجیره رو از وسط قطع نمیکنه. اجازه تشکیل زنجیره و اون دور باطلی که خدمتتون عرض کردم رو نمیده. چرا؟ چون وقتی که اسرائیل میخواد اسماعیل هنیه رو ترور کنه، وقتی که اسرائیل میخواد سرداران رده بالای سپاه پاسداران در سوریه رو ترور بکنه، به واکنش ایران فکر میکنه و واکنش ایران رو در نظر میگیره، به واکنش ایرانی که الان بازدارندگی اتمی داره و به این نکته توجه میکنه که قطعا ایران واکنششون میده و به واسطه بازدارندگی اتمی، یا بهتر بگم به واسطه سپر اتمی که داره، شدت عملیات نظامیش افزایش پیدا میکنه و ضربه بیشتری میزنه و در واقع هزینه‌های اسرائیل رو بالا میبره. و دیگه اینجا نتیجه هزینه فایده اسرائیل دیگه منتهی به سود نمیشه، چون ایران ضربه نظامی سختری رو به اسرائیل زده. پس اسرائیل بعد از این دو چهارتا به این نتیجه میرسد که یا اون اقدام امنیتی علیه ایران رو نباید انجام بده، یا اگر به هر دلیلی میخواد اقدام امنیتی علیه ایران انجام بده، شدت اون رو کم میکنه. همه کشورهای اتمی دنیا از این قانون پیروی میکنن، نه به واسطه اینکه متعهد هستن، به واسطه اینکه نمیخوان قارچ اتمی در آسمون شهرهاشون بالا بره. هند، چین با هم اختلاف مرزی دارن. مرزبانهای هندی و چینی بارها با هم زد و خورد داشتن، ولی نه زد و خورد با سلاح گرم، بلکه با چوب. برید همین الان در یوتیوب سرچ بکنید درگیری مرزبانان چینی و هندی، با چوب و سنگ با هم می جنگن، چون میدونن اگر بخوام با سلاح، توپخانه، گلوله، هواپیما، جنگنده، موشک با هم بجنگن و اون اختلاف مرزی رو حل بکنند، دو طرف سلاح اتمی دارن. هند و پاکستان اختلاف سیاسی و مرزی عدیده‌ای دارن، در برهه درگیری نظامی داشتن اینها با هم، ولی اون درگیری نظامی بلافاصله کنترل شد، متوقف شد و اون اختلاف سیاسی رو بردن تو فضای اون اختلاف مرزی و حالا ارزی که با هم داشتن رو بردن تو فضای سیاسی و از فضای امنیتی و نظامی خارجش کردن، چون هند و پاکستان اتمی هستند و دو طرف میدونن اگر این اختلاف سیاسی بره تو حوزه نظامی و تو حوزه نظامی منجر به درگیری نظامی بشه، اون درگیری نظامی اوج بگیره، به تهدید وجودی منتهی بشود، قارچ اتمی در شهرهای هند و قارچ اتمی در شهرهای پاکستان بالا میره. پس همون اول اون اتفاق نمیفته. پس اگر ایران اتمی باشد، اگر ایران بازدارندگی اتمی کسب کند، اگر ایران مسلح به چتر هسته‌ای بشود، از همون قدم اول اسرائیل یا طوری رفتار نمی کند که واکنش نظامی ایران رو در پی داشته باشد، یا شدت اقدام امنیتی و حتی نظامی خودش رو علیه ایران به قدری کاهش می دهد که ایران نیاز ندونه که واکنش مثل یک واکنش نظامی علیه اسرائیل انجام بده. پس کلید مقابله با اسرائیل، کلید شکستن دور باطل ترور و واکنش نظامی و نهایتاً باز هم ترور بین ایران و اسرائیل، بازدارندگی اتمیه. بازدارندگی که به ما کمک میکنه بتونیم جلوی اقدامات اسرائیل
بیستیم و شدت اونها رو کاهش بدیم. اقدامات نظامی و امنیتی که نتانیاهو در سخنرانی کنگره خودش مانیفست اون رو ارائه داد. اسرائیل اگر از جنگ غزه فارغ بشه و این جنگ رو تموم بکند که قدم‌های اول برای پایان این جنگ رو هم داره برمی‌داره، قطعاً با چیزی که نتانیاهو اسم اون رو در کنگره گذاشت اتحاد ابراهیم به سراغ ایران میاد و به واسطه اتحاد ابراهیم شدت اقدامات خودش در حوزه امنیتی، در واقع در بستر امنیتی رو علیه ایران افزایش میده و در اون صورت است که ما با موج قابل توجهی از ترور، خرابکاری و آشوب داخل ایران روبرو میشیم. نتانیاهو در سخنرانی کنگره خودش، در واقع در ارائه مانیفست خودش علیه ایران در کنگره آمریکا عنوان کرد که اسرائیل با کمک متحدانی که الان در منطقه دارد و یا در آینده به دست میارد، داخل پرانتز عربستان سعودی، جلوی اقدامات ایران در سطح منطقه و البته جلوی برنامه اتمی ایران رو میگیره و بدین واسطه صحبت نتانیاهو رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون، نه تنها امنیت خودش، نه تنها امنیت خاورمیانه، نه تنها امنیت متحدان خودش در خاورمیانه، بلکه امنیت آمریکا رو هم تضمین میکنه. آمریکایی که منتظر است و احتمال بالایی وجود دارد که ترامپ در اون به قدرت برسه. ترامپی که عنوان کرده من به دنبال پایان دادن جنگ در اوکراین هستم تا بتونم روی چین تمرکز کنم. ترامپی که معاون اولش ونس اعلام کرده که تمرکز سیاسی نظامی امنیتی بر روی چین راهبرد 40 سال آینده آمریکاست. ونس معاون اول پیشنهادی ترامپ در مورد دوره ریاست جمهوری ترامپ صحبت نکرد، در مورد 40 سال آینده ترامپ صحبت کرد. پس آمریکا هم از این طرح اتحاد ابراهیم حمایت خواهد کرد، به خصوص آمریکای ترامپ، چون میخواد تمرکز خودش رو بر روی چین بذاره و نه بر روی خاورمیانه. پس اتحاد ابراهیم تقویت میشه. سرکرده اتحاد ابراهیم اسرائیلی است که همیشه در بستر امنیتی با ایران رفتار کرده. بستر امنیتی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی که داره پاسخ اون رو یا واکنش به اون رو برده تو حوزه نظامی. واکنش نظامی که همیشه توسط ارتش آمریکا دفع شده و در نتیجه هزینه‌های اسرائیل کاهش پیدا کرده. پس در نتیجه سود و مزیت و منفعت رژیم اسرائیل است که اقدام امنیتی خودش رو دوباره تکرار بکنه. هنوز چند ماه بیشتر از عملیات وعده صادق نگذشته که اسماعیل هنیه در تهران ترور میشه. من منکر این نیستم که عملیات وعده صادق ایران مزایای خوبی داشت و تونست بخش قابل توجهی از بازدارندگی مورد حجم قرار گرفته ایران به واسطه صبر استراتژیک در منطقه رو بازسازی بکنه، ولی کافی نبوده. من دارم در مورد یک راه حل بلند مدت به اسم بازدارندگی اتمی صحبت میکنم که میتونه ضعف‌های ایران در حوزه امنیتی رو پوشش بده و جلوی اقدامات و حتی شدت اقدامات اسرائیل علیه ایران رو بگیره. این نکته است که باید تلاش کنیم تبدیلش کنیم به یک مطالبه و خواست عمومی. ایران هزینه‌های زیادی رو داره بابت برنامه اتمی خودش میده. ایرانی که الان سلاح اتمی در اختیار ندارد یا اگر هم داشته باشد حتی به مرحله آزمایش هم نرسیده، تمام هزینه‌های یک کشوری که سلاح اتمی دارد و آزمایشش کرده رو داره پرداخت میکنه. پس چه خوب است حالا که داریم هزینه‌اش رو پرداخت میکنیم این قابلیت رو هم داشته باشیم. این نکته هم حواسمون بهش باشه. وجود سلاح اتمی است که بازدارندگی ایجاد میکند، نه توانایی داشتن سلاح اتمی. وجود سلاح اتمی است که نشون میده طرف مقابل میتونه در سریعترین زمان ممکن به تهدید وجودی علیه خودش پاسخ بده. پس شما باید سلاح اتمی به تعداد قابل توجهی داشته باشید. ابزارهای انتقال این سلاح رو هم از مبدأ ایران تا مقصد
هر جایی که در خاورمیانه میتونه باشه در اختیار داشته باشید که ما داریم. دارم در مورد موشک‌های بالستیک صحبت میکنم. پس بازدارندگی اتمی باید وجود داشته باشد و نه اینکه ما در آستانه کسب اون باشیم. بمب اتم باید وجود داشته باشد، باید بمب اتم به تعداد کافی با ابزار مناسب برای انتقال اون باید وجود داشته باشد، نه اینکه ما توانایی ساخت بمب اتم و ایجاد بازدارندگی اتمی رو داشته باشیم. دوباره تکرار میکنم، بازدارندگی اتمی به واسطه داشتن سلاح اتمی است، نه به واسطه توانایی ساخت سلاح اتمی. امیدوارم که حداقل ترور مظلومانه شهید اسماعیل هنیه جرقه‌ای بشه تو ذهن مسئولان ما که یک بار برای همیشه خطر اسرائیل رو علیه ایران و منافع ایران درک بکنند، مشکل اقدامات و راهبردهای خودشون علیه اسرائیل رو درک بکنند و به سمت راه حل درست برای حفاظت پایدار و بلند مدت از منافع ملی و امنیت ایران بردارن و به این وضعیت توجه بکنن. خیلی ممنون از توجه و لطف شما. ممنون میشم که اگر از این برنامه و این ویدیو راضی بودید اون رو لایک کنید، کانال تو یوتیوب پانیشر 346 رو عضو بشید و اون رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی بکنید و من رو با همین آیدی پانیشر 346 در توییتر و تلگرام همراهی کنید. خیلی ممنون از شما. مراقب خودتون باشید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.